سلام، به فرکانس منفی خوش آمدین. ممنون از حمایت شما دوستان. اگر موافق باشید بریم سراغ داستان امشب. بعد از ازدواجم توی خونه پدر شوهرم زندگی می کردیم. یه خونه بزرگ که وسطش یه حیاط بود و اطرافش هم چند تا اتاق بزرگ که علاوه بر ما 2 تا دیگه از برادر شوهرم هم اونجا زندگی میکردن. یه زندگی ساده و دور همی دلچسبی داشتیم. خلاصه این که بچه دار شدم. 4-5 سالی زندگیمون به همین منوال گذشت. یکی از روزها بچه ها توی حیاط توپ بازی میکردن که یهو توپشون شوت میشه توی زیرزمین گوشه ی حیاط. صمد پسر منم برای آوردن توپ داخل زیرزمین میره. البته یادمه که پدر شوهر خدا بیامرزم چند باری بهمون سفارش کرده بود که بچه ها را تنها نفرستید داخل زیرزمین، اما دلیلش را به ما نمیگفت. خب ما هم دلیلش را نپرسیده بودیم. خلاصه صمد وقتی وارد این زیرزمین شد و برگشت دیگه اون بچه سابق نبود. یه جورایی حال و هواش عوض شده بود. دیگه از فردای اون روز بیشتر تا اینکه بخواد با بچه های عموش بازی کنه دوست داشت تنها توی زیرزمین برای خودش بازی کنه. منم چون دیدم خودش دوست داره و سرش هم گرمه بهش چیزی نمیگفتم. یه روز که داشتم کنار حوض برنج آبکش شده رو داخل مطبخ میبردم صداهای خنده صمد را از ته زیرزمین شنیدم. اولش فکر کردم با بچه های عموشه، اما وقتی به حیاط نگاه کردم و بچه ها را با نگاه هم حضور غیاب کردم، آبکش را دست جاری مریم دادم و با عجله وارد زیرزمین شدم که دیدم صمد تنها جوری که انگار یکی روبروش نشسته بود در حال نوازش کردن کسی بود و بدون اینکه متوجه حضور من بشه در حال بگو و بخند بود. قدم هام را تندتر کردم و گفتم بچه خاک عالم دیوونه شدی؟ با کی داری حرف میزنی؟ و به زور زیر بغل صمد را گرفتم و از زیرزمین بیرون اومدم. صمد مدام گریه میکرد و با التماس بهم میگفت مامان بذار برگردم توی زیرزمین، یه دوست خوشگل پیدا کردم. که یهو پدر شوهرم وارد خونه شد و من و صمد را دید. وقتی از ماجرا خبردار شد کلی با من دعوا کرد و دست صمد را گرفت و به گوشه حیاط برد و بعد از چند دقیقه صحبت با صمد قفلی برداشت و در زیرزمین را قفل کرد. صمد هم پشت سر پدر بزرگش راه افتاده بود و پاهاش را به زمین میزد و با التماس میگفت بابا بزرگ به خدا در قفل نکن، میخوام با سوریا بازی کنم. پدر شوهرم هم عصبانی شد و گفت برو با بچه های عمود بازی کن. صمد با گریه گفت بابا بزرگ به خدا سوریا رو بیشتر دوست دارم با اون بازی کنم، بدون سوریا میمیرم. حسابی هاج و واج و شوکه شده بودم. رفتم جلو گفتم بابا زبی بچم چه شده؟ نکنه جنی شده؟ پدر شوهرم گفت نترس. زود به دادش رسیدم. 100 بار بهتون گفتم نذارین بچه هاتون تنها تو این دخمه برن. و بعد اون قفل را به در زیرزمین زد و بلند داد زد وای به حال کسی که در اینو باز کنه. و بعد لب حوض وضوش را گرفت و طبق معمول برای خوندن نمازش به مسجد رفت. چند روزی صمد مدام بیتابی میکرد و التماس برای باز کردن در زیرزمین، اما کم کم رفتن به زیرزمین از یادش رفت و طبق معمول سرش با دختر و پسر عموهاش گرم شد و دیگه ماجرای زیرزمین رو فراموش کرد. حدود چند ماه بعد پدر شوهرم آقا زبی خدا بیامرز شد. مراسم روزخوانی پدر شوهرم توی خونه برگزار می شد، اما چون حیاط خونه جای کافی برای پخت و پز و خیراتش نداشتیم کارهای آشپزیش رو به پیشنهاد برادر شوهرم داخل زیرزمین خونه انجام می دادیم و اینجور شد که دیگه در اون زیرزمین هم برای همیشه باز و بدون قفل موند و دوباره پای پسرم صمد توی اون زیرزمین باز شد. البته یه چند باری که دیدمش خودم جلوش رو گرفتم، حتی چند باری هم با کتک جلوش رو گرفتم که برادر شوهرم ارسلان جلو اومد و گفت زن داداش نزنش، بذار بچه خوش باشه بازیشو بکنه. گفتم آخه بابا زبی خدا بیامرز خیلی سفارش میکرد که بچه ها تنها توی زیرزمین نرن. ارسلان جواب داد آقا جون خدا بیامرز بعضی وقتا زیاد حساس میشد و رو بعضی موضوعات بیخود گیر میداد، وگرنه من و داداشام نصف عمرمون توی این زیرزمین گذشت تا حالا اتفاقی هم برامون نیفتاده. با این حرف آقا ارسلان برادر شوهرم خیالم راحت شد
و چون اون موقع سر دخترم فاطمه حامله بودم و کارهای خونه هم داشتم، دیگه صمد را به حال خودش گذاشته بودم. حتی جوری شده بود که بعضی وقتا تا دیر وقت توی زیرزمین میموند و خوابش میبرد. البته یه چند باری هم خودم با صمد به زیرزمین میرفتم، ولی صمد همون کارهای عادی تمام بچه ها رو انجام میداد. مثلا با یه موجود خیالی حرف میزد و بازی میکرد و از اینجور کارا که بچه ها انجام میدن. منم که دیگه خیالم راحت شده بود به کل صمد رو ول کرده بودم. چند سال گذشته اون دوتا برادر شوهران به خاطر مأموریت کاریشون به شهرستان رفتن و توی خونه فقط ما و مادر شوهرم زندگی میکردیم. حتی صمد دیگه تکالیف مدرسه‌ش هم توی زیرزمین انجام میداد. بعضی وقتا غذاش هم توی زیرزمین میبرد. وقتایی که غذاش رو توی زیرزمین میبرد، ظرفش رو بیشتر از حد معمول پر میکرد. چند باری هم که دلیل این کارش رو پرسیدم تفره میرفت و چیزی نمیگفت. البته پادرمیونی مادر شوهرم هم باعث میشد دیگه پیگیرش نباشم. خدا بیامرز میگفت چه کار بچه داری؟ بذار قوی بشه. الان توی سن رشدشه. حالا نخوره کی بخوره؟ یه چند سالی به همین منوال گذشت و صمد به دبیرستان رفت. با سنگین تر شدن درس‌های صمد رفت و اومدش هم به زیرزمین بیشتر شده بود. البته از حق نگذریم توی این 9 سالی که صمد به مدرسه میرفت، به گفته معلماش درس صمد به صورت شگفت آوری خوب بود. حتی درساش رو جلو بلد بود. یکی از روزهای سرد پاییزی وقتی برای برداشتن نفت به زیرزمین رفتم، یه چیز باور نکردنی رو دیدم. صمد ته زیرزمین روی زیراندازی نشسته بود و داشت تکالیفش رو انجام میداد و گهگداری سرش را بالا می آورد و نگاهی به سمت گوشه زیرزمین سوال درسیش رو میپرسید. اولش فکر کردم یکی از دوستاشه. چادری که دور کمرم پیچیده بودم را روی سرم انداختم و کمی جلوتر رفتم. وقتی نگاهم به گوشه زیرزمین افتاد حسابی شوکه شدم. دختری زیبا با موهای بلند بافته شده مشکی. صمد متوجه حضور من نشده بود، اما وقتی اون دختر متوجه من شد با هم چشم تو چشم شدیم. چشمای مشکیش سرخ و آتشین شد و ناپدید شد. با غیب شدن اون دختر دیگه روی پاهام بند نبودم. خیلی سعی کردم صمد متوجه من نشه، اما چون پاهام با بی‌حس شدنشون تحمل نگه داشتنم رو نداشتن روی زمین افتادم. صمد با عجله بالای سرم اومد پرسید مامان حالت خوبه؟ که در یک لحظه باز اون دختر را کنار صمد دیدم. با دیدن دوباره اون دختر دنیا روی سرم چرخید و بیهوش شدم. وقتی چشمم را باز کردم جهان شوهرم بالای سرم نشسته بود. پرسید خانم چی شده؟ بهتری؟ چیزی برای گفتن نداشتم. فردای اون روز وقتی حالم بهتر شد صمد را از زیرزمین صدا زدم. وقتی صمد بالا اومد در زیرزمین را محکم به هم زدم و قفل زدم. داد زدم دیگه حق نداری پایین بری. هر غلطی میخوای بکنی همین بالا جلوی چشمای من انجام بده. صمد پسرم به التماس افتاده بود و گفت مامان من 10 ساله با سوریا هستم. بدون اون میمیرم. مادر شوهرم زری خانم جلو اومد و پرسید ننه سوریا کیه؟ کی میگه این بچه؟ من که حسابی به عمق فاجعه پی برده بودم به پشت دستم زدم و با خودم گفتم خدا بیامرز چقدر بابا ذبیح میگفت نذارین بچه‌ها تنها توی زیر زمین برن. صمد پسرم به دست و پام افتاده بود. هم طاقت عذاب کشیدن بچم رو نداشتم، هم نمیتونستم تباه شدنش رو ببینم. با حالت گریه گفتم آخه بچه میدونی این سوریا که میگی از چه جنسیه؟ میدونی سر و کله زدن با این موجودات آخر عاقبت نداره؟ صمد داد زد مامان به خدا اگه درو باز نکنی خودمو میکشم. با شنیدن این حرف از صمد دیگه روی پاهام بند نبودم و روی زمین کنار صمد نشستم. کلید قفل را به صمد دادم. زری خانم مادر شوهرم حسابی میون من و صمد هاج و واج مونده بود. صمد کلید رو گرفت و سریع به طرف زیر زمین رفت. در را باز کرد. وقتی برگشت و حال زار منو دید به مطبخ رفت و لیوان آبی برام آورد و با اطمینان خاطر گفت مامان به خدا چیزی نمیشه. صورتم رو ماچ کرد و به زیر زمین رفت. زری خانم گفت بابا یکی حرف بزنه ما هم سر در بیاریم. در حالی که روی زمین نشسته بودم دستم را به پاهام زدم و گفتم مادر جون دیدی چه خاکی تو سرمون شد؟ بچم از دستم رفت. 10 سال کور بودم و بچه رو به حال خودش گذاشتم. زری خانم زیر بغلم رو گرفت و بلندم کرد. گفت میخوای بگی چی شده؟
تمام ماجرا را برای مادر شوهرم و مادر شوهرم برای جهان شوهرم تعریف کرد و به پیشنهاد زری خانم فردای اون روز هر سمون راهی خونه گوهر تاج خانم دعا نویس محل شدیم. ماجرا را براش تعریف کردیم. گوهر تاج خانم گفت توی این زیرزمین خانواده ای از اجنه زندگی میکنن. اونها مؤمن هستن و بی‌آزار و این دخترشون هم به زودی و کم کم از زندگی پسرتون بیرون میره، چون اینا قصد آزار و اذیت ندارن. پرسیدم یعنی اتفاقی نمیفته؟ گوهر تاج خانم گفت البته چند سال دیر اقدام کردید. همون اوایل باید میفهمیدید و بدون دردسر جلوی بچه‌تون را میگرفتید تا توی اون زیرزمین نره و اینجوری اسیر نشه. الان هم اگه صبر کنید خود اون جن کم کم از زندگی صمد بیرون میره. اما عیبش اینه که دیگه صمد به هیچ کس نمیتونه دل ببنده و ازدواج نمیکنه. اگر هم ازدواج بکنه زیاد پایبند به زن و بچهش نیست، چون دلبستگی نمیتونه بهشون پیدا کنه. زری خانم پرسید راه دیگه ای نداره؟ گوهر تاج خانم گفت چرا؟ یه دعایی هست که اگر توی اون زیرزمین آتیش بزنید اون اجنه از اونجا میرن و دیگه بر نمیگردن. ولی معلوم نیست چی بر سر صمد بیاد. پرسیدم یعنی چی؟ چیکار میخوان سر بچم بیارن؟ گوهر تاج خانم جواب داد گفتم که اینا شری به آدم نمیرسونن، ولی شاید دلبستگی صمد کار دستش بده و اگه بتونه تحمل کنه هم ازدواج میکنه و هم بچه دار میشه. به نظرم مورد اول خیلی خطرش کمتره، لااقل اینه که بچه‌تون زنده میمونه. اما شوهرم جهان گفت نه، بچه نتونه ازدواج کنه که بده، همون دعا رو بده. رو به جهان گفتم اگه یه بلایی سر صمد بیاد چی؟ جهان گفت نه، صمد پسر عاقلیه، بلایی سر خودش نمیاره. گوهر تاج خانم گفت آقا جهان اینو نگو، اگر اون دختر رو هر مردی ببینه دلبستش میشه. صمد و غیر صمد هم نداره. نگاهی به جهان کردم و گفتم راست میگه جهان، منم یه بار دیدمش. مطمئنم اگه زن نبودم منم مثل صمد میشدم. بالاخره که قرار شد موضوع صمد را با دعا حل و فصل کنیم. گوهر تاج خانم دعایی نوشت و گفت فردا وقتی صمد توی خونه نیست اینو توی زیرزمین آتیش بزنید. البته مردی وارد زیرزمین نشه، بهتره مادر صمد این کارو انجام بده. عواقب این کارم به عهده خودتون، من یا کس دیگه ای هم تقصیرکار نیستیم. فردای اون روز این کار رو توی زیرزمین انجام دادم. صمد مثل همیشه به خونه اومد و بیتاب به زیرزمین رفت. بعد از حدود 1 ساعت ناراحت بالا اومد و گوشه حیاط کز کرد. طاقت دیدن این حال و روزهای صمد را نداشتم. به جهان گفتم یه کاری بکن. جهان گفت خانم باید بهش فرصت بدیم. در ضمن کاری هم دست من و تو بر نمیاد. توکل به خدا، انشالله که خوب میشه. چند روزی گذشت و صمد روز به روز افسرده تر میشد. دیگه اون پسر شاد و شاگرد زرنگ مدرسه نبود. یکی از روزهای برفی کنار حیاط مثل همیشه به در زیرزمین کز کرده بود. چند ساعتی گذشت که با جهان نگران به سمت صمد رفتیم، اما بچه‌ام با چشمای باز و پر از انتظار دق کرده بود و برای همیشه از دنیا رفته بود. شب اولی که صمد را خاک کرده بودیم و سر قبرش در حال خوندن قرآن بودیم، چند زن با چادرهای بلند مشکی جوری که صورتشون پیدا نبود فانوسی را بالای سر قبر صمد گذاشتن و رفتن تا که از دور محو شدند و اون چراغ تا 40 روز بالای قبر صمد بدون هیچ نفت و روغنی حتی توی باد و بارون زمستونی روشن موند. خب دوستان، اینم از داستان امشب. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون از حمایت همیشگی شما و لطفاً نظراتتون را برام کامنت کنید. از ایستگاه دلتنگی هر روز قطاری می‌گذرد، تو نمی‌آیی. اشک‌هایم می‌میرند، قلبم خالی می‌شود، اما امان از چشم‌هایم همچنان به راه می‌مانند. شبتون خوش، خدا نگهدار.